سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام 0 تا 100 یه پوست سازی، اونم برای چهره‌های توپل و گل که به درخواست یکی از شماها توی کامنت ها گفته بود براتون انجام بدم. خب من قبل از هر کاری اول از یه اسپری آب استفاده میکنم. شما میتونید از هر برند استفاده کنید. من اینجا از اسپری آب اول استفاده کردم. بعد از اینکه اسپری آب زدم، ابروامو لیف میکنم با ژل ابرو. برنده رو دونه دونه بهتون نشون میدم. موقع فیکس کردن ژل ابرو یه مقدار با دستتون روش بکشین که اضافه های اون ژل برداشته بشه که سفیدک داخل ابروهاتون نزنه. بعد میرم سراغ کرم دور چشمم، روی انگشت اشارم میزنم و بعد به صورت ضربه‌ای زیر چشمم میزنم. دقیقا مثل حرکات دست من انجام بدین. تمام مراحل برای همه پوستا میتونین اجرا بکنین و بعدش هم از کرم آبرسان استفاده میکنم. معمولا موقعی که میخوام کرم آبرسان بزنم یه مقدار با دستم صورتم رو در واقع ورزش میدم و فیکس میکنم به طرف بالا و با یه سری حرکات که صورت حالت لیف شدگی پیدا کنه و به غیر از اون آبرسان هم جذب پوست صورت هم بشه. من اینجا ویدیو رو تند کردم، شاید فکر کنید فشار دست من خیلی زیاده ولی فشار دستم خیلی ملایم. بعد میام از پرایمر استفاده میکنم. اگر نیاز دارین از پرایمر استفاده کنین. اگر پوست بسیار خشکی دارین اصلا نیاز به پرایمر ندارین و پرایمر هم به صورت ضربه‌ای و کششی مثل کاری که من انجام میدم روی قسمت هایی که منافذ دارین رو بزنین، به خصوص روی بینی و روی قسمت های گونه و چانه. اگر این قسمت رو دارین حتما از پرایمر استفاده کنین که کرم پودرتون دوام بیشتری داشته باشه. خب برای اینکه در واقع ما زاویه سازی انجام بدیم برای پوست صورت، فقط قسمت های کانتورینگ فرق میکنه. قبل از که کانتور رو انجام بدم میام از کرم پودر استفاده میکنم. من از ترکیب کرم پودر استفاده میکنم و بعد ترکیب کرم پودر هم باید علم داشته باشین. اگر علم کرم پودر رو ندارین لطفاً از ترکیب کردن کرم پودر خودداری کنید و همون کرم پودری که دارین که متناسب با رنگ پوستتونه ازش استفاده کنید. من اینجا بر اساس نوع بافت و رنگی که میخواستم برای خودم درست کردم. تمام این برندهایی که نشون بهتون میدم برندهای اقتصادی هستن که خوب جواب میدن و شما میتونید تهیه کنید. با یه براش گراف شماره 16 در واقع کرم پودرم رو روی صورتم پخش میکنم. این روشی که براتون گذاشتم بهترین روش برای پخش کردن کرم پودر. کاملا روی صورتم میزنم. حتما به قسمت های گردنتونم کرم پودر بزنید که صورت و گردنتون در واقع یک رنگ داشته باشه و متناسب باشه. اگر تا اینجای ویدیو خوشتون اومد و دوست داشتین خوشحال میشم لایک بزنید و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین که آموزش های بیشتر و بهتر رو در اختیارتون قرار بدیم. بعد با یه دونه بیوتی بلندر که در واقع باید مشخصات بیوتی بلندر هم باید اینجوری باشه که یه بافت نرم داشته باشه. بعد از اینکه کاملا خیسیشو گرفتین باید حالت اسفنجی باشه. به صورت ضربه‌ای و کنار هم به صورت تپ تپ کرم پودر به خود پوست میدیم و اصلا تحت شرایطی زیر چشمتون نیارین. اگر موهاتون بازه یا بسته فرقی نمیکنه حتما اضافه های کرم پودرتون روی گوشاتون بگیرید و بعد قسمت گردن هم همینطور. اضافه کرم پودر هرچی که موند میبرین زیر چشمت، نه خود کرم پودر، به این دلیل که یک دست بشه. حالا برای اینکه تیرگی زیر چشم رو برطرف کنم من میام از کالر کارکتور استفاده میکنم. بالفرض من فرض گرفتم که شما کالر کارکتور نداشته باشین، میام از یه رژگونه کرمی استفاده میکنم. جایگزین کالر کارکتور خیلی زیاده که توی پستای بعدی براتون کم کم میذارم. اگر پشت پلکتونم تیره حتما از همین کالر کارکتور یا رژگونه‌ای که الان استفاده کردم که یه توناژ هلویی داره استفاده کنین که سایتون حالت توسی و چرک نشه. حالا میام از یک کانسیلر رنگ بژ استفاده میکنم که از من برند میچانه، یه برند اقتصادی و خیلی خوبه، متناسب پوستایی که خیلی خشک هستن و افراد مسن. بیوتی بلندرتون نمدار میکنه به صورت ضربه‌ای کانسیلر و کالر کارکتور رو با هم
بلند میکنین. دلیل این کار انجام میدم به خاطر اینکه بعد از چند ساعت اون رنگ توناژ هلویی دیگه از زیر کانسیلر بیرون نمیزنه و چون با هم فیت شده دوامش هم بیشتره. حالا میام از کانسیلر رنگ روشن‌تر استفاده میکنم که اینجا از برند فورور 52 استفاده میکنم. این دفعه کانسیلر رو دقیقا روی استخوان گونه، یعنی ابتدای حدقه چشمم میذارم و همچنین روی تیغه بینی وسط پیشونی میذارم. اگر پیشونی خیلی بلندی دارین اصلا این کارو نکنین. اگر پیشونیتون کوتاهی، که معمولا کسایی که صورتهای توپلی دارن به دلیل اینکه اکثرا پیشونیشون کوتاهه حتما این قسمت کانسیلر رنگ روشن بزنن که این ارتفاع بلندتر بشه و خب چهرهشون رو بازتر کنه. حالا به صورت ضربه کانسیلر رو سر جای خودش بلند میکنم. اضافه های کانسیلر هرچی باقی مون میبرم به زیر چشمم و بالاتر میبرم. اگر چروک خیلی زیادی دارین اصلا کانسیلر رو تا زیر چشم نبرید. این رو دارم میگم که برای اینکه صورتهای گرد و شما بتونید کانتور بکنید باید از پالت های کانتور استفاده کنید و کانتورهای چرب. اگر ندارین پالت کانتور از یک نوع کانتور چرب استفاده کنید. رو نگاه میکنیم برای اینکه کانتور داشته باشین برای این صورتهای گرد. ابتدا از بالای دکمه گوشتون استخوان گونه‌تون رو پیدا میکنین. من با یه براش براتون علامت گذاری کردم که شما کاملا متوجه بشید. از بالای دکمه گوش براشم رو گذاشتم دقیقا تا ابتدای دهانم و تا دم ابروم، همینجوری که داریم میبینین تو ویدیو، یه خط مورب به صورت کج و دستم به طرف بالا به طرف شقیقه ها میگیرم. تمام خطوطی که برای پوستای برای چهره های توپل که باید استفاده بکنید خطوط کج باشن و به طرف بالا خطوط باشن که شما گردی صورت رو باید بگیرید. بعد از اینکه کار انجام دادم روی خط چانمم میزنم. اکثر کسایی که صورت گرد و توپلی دارن قبقبم دارن، پس حتما کانتور رو به زیر خط فکتونم بیارین و کاملا بلند بکنین. دو طرف خط چانرم یه خط میندازیم که یه مقدار زاویه فک در واقع با کانتور کردن ایجاد بکنیم که یه خطای دیدی ایجاد بشه. برای قسمت پیشونی هم حتما دو طرف چهره رو در واقع پیشونی رو شما سعی کنید کانتور انجام بدین که دو طرف حجم کم بشه. بازم اینم بستگی به در واقع رویش موها داره که باید به این موضوع هم توجه کنید. من چون داشتم روی چهره خودم انجام میدادم یه مقدار سعی کردم تصور کنم که شما بهتر ببینید. اینجا کانتور بینی رو من بر اساس بینی خودم انجام دادم. اگر شما بینی خیلی گوشتی دارین سعی کنید دوتا خطوطی که میکشین مورب و نزدیک به هم باشه. اگر پره های بینی بزرگی هم داریم بازم قسمت پره های بینی هم کانتور کنید با یه براشی که مناسب کانتور چربه. به صورت ضربه‌ای چربی اضافه کانتور چرب رو میگیرم، سر جای خودش بلند میکنم. این کار رو باید با دقت انجام بدین، سر جای خودش این کار رو انجام بدین که کانتورتون کثیف یا چرک نشه. این مرحله خیلی مهمه. برای کانتور بینی هم حتما یه براش کوچیک‌تر استفاده کنید که بازم کانتور بینیتون چرک نشه. حالا برای اینکه قسمت کانتور و در واقع کرم پودتون یک دست بشه مرزاش، با بیوتی بلندر مرز بین کانتور و کرم پود دوباره کاملا بلند میکنم. توی مرحله یه دستمال کاغذی بردارین، چربی اضافه و حجم اضافی مواد رو با دستمال کاغذی بگیرید. این مرحله بازم خیلی مهمه، تاکید میکنم که حتما مثل کار من انجام بدین. حالا میام از کانسیلر رنگ روشن استفاده میکنم که اینجا دوباره بعدسازی رو انجام بدیم. دقیقا زیر خط کانتور باید شما روشنی بدین که این کانتورتون بعد بیشتری بگیره. دقیقا این دفعه روی دکمه گوش ولی منتها کانسیلر رو تا لبه دهنم میگیارم. دلیل این کار میخوام انجام بدیم این که صورت رو ما میخوایم کشیده تر بکنیم و از اون پهنا در واقع کم بکنیم. روی قسمت های مثل اطراف دوباره گوشه داخلی چشم، در واقع دو طرف بینی، دوباره روی تیغه بینی
کانسیلر بزنین. روی قسمت چانه یک مقدار خیلی کم میتونید بزنید. قبلا به دلیل اینکه پیشونی رو زدیم دیگه نیازی نیست. انتهای چشمتونم این کار رو انجام بدین که چشماتون لیف بشه، بدون اینکه شما در واقع از کسب لیفت استفاده بکنید یا اینکه نیاز باشه که موهاتون رو بکشین توی قسمت شینیون. میتونیم با استفاده کردن از کانسیلر این بازسازی رو انجام بدیم. دوباره با یه بیوتی بلندر کوچیک کانسیلر رو سر جای خودش بلند میکنین. حتما دوباره این قسمت هم باید با آرامش انجام بدین، با حوصله انجام بدین و بعد با یه بیوتی بلندر بزرگتر سر جای خودش مرز بین کانسیلر و کانتور رو کاملا بلند کنین. شاید بگیم که الان این همه حجم موادی که من استفاده کردم زیاده، ولی نه، به دلیلی که چون از هر محصولی ما یک لایه زدیم اونقدر سنگینی نداره، یه پوست بسیار مخملی در نهایت به شما داده میشه. اینجا دارم کانسیلر رو دارم بلند میکنم، اضافه های کانسیلر رو میبرم پشت پلکم. دیگه نیازی به این که شما بعداً برای سایه چشمتون کانسیلر بزنین ندارید. میتونید این قسمت از رژگونه های چربتون استفاده کنین یا رژگونه های مایعتون، به دلیل اینکه بخواین بعدتر بشه صورتتون. ولی برای رژگونه زدنم دوباره باید دستتون به صورت کج باشه، روی قسمت سیب گونه‌تون نباید بزنین. من اینجا از 2 تا رنگ استفاده کردم، رنگ صورتی و گلبهی. صورتی رو ابتدای چشمم زدم، ابتدای بالای گونه‌ام زدم و به طرف شقیقه هم من این رژگونه گلبهی رو زدم. این هم دارم میگم که این رژگونه هم از برند خودمونه. بهترین روشش هم بلند کردن با بیوتی بلندره که یک دست و راحت پخش بشه. بعد از اینکه رژگونه رو کاملا بلند کردن میتونید روی قسمت نوک بینی و روی قسمت چانه بزنید که چهرهتون بشاشتر دیده بشه و بیبی فیس تر بشه. بهترین روش برای هایلایتر زدن اینه که بیوتی بلندرتون رو نمدار کنین، بکشین روی هایلایتر مایعتون یا هایلایتر پودری، فرقی نمیکنه، به صورت ضربه‌ای جاهایی که نیازه، مثل بالای گونه، در واقع بالای لب و روی تیغه بینی میتونین نوک بینیتون هایلایتر بزنین که اون قسمت های اگر دوست داشتین براق باشه بزنین. قبل از هر کاری دوباره از یه واتر شارژ استفاده میکنم. واتر شارژ مک من اینجا استفاده کردم، شما میتونید از هر برندی استفاده کنین. قبل از فیکس کردن در واقع کرم پودر و همه مواد چربتون این کار رو انجام بدین که دوباره شادابی به پوست برگردونده بشه. این قسمت از پودر فیکس استفاده میکنم. روشی که دیدین روشی الک کردن بود که این طبق تجربه کاری خودمه اینجا بهتون گفتم. قبل از اینکه در واقع فیکس کنین حتما دوباره یک دور مواد چربتون رو بلند بکنین. روش الک کردم به این صورته که چند بار مواد برمی‌دارین از پودر فیکس، ضربه میزنید روی صفحه فلز، این کار رو انجام میدیم مثل کاری که دارم بهتون نشون میدم و یک لایه نازک و حریر مانند رو به صورت ضربی و پرسی زیر چشمتون میذارین. این روش رو میتونید با پودر فیکس رنگی هم انجام بدیم برای خشک کردن کل صورتتون. جاهایی که کانسیلر دارین حتما از همین روش استفاده کنین. اینجا از کانتورهای خشک و رژگونه استفاده میکنم دوباره برای اینکه بادسازی رو بیشتر بکنم و شما میتونید از این روش استفاده کنید برای فیکس کردن صورتتون. اگر نمیتونید روی مواد چربتون این کار انجام بدین، یک بار صورتتون کاملا خشک کنید و بعد از این مواد استفاده کنید. و اینجا هم برای اینکه فیلتر بندازم زیر چشم از یک پنکیک استفاده میکنم. شما میتونید از این روش استفاده کنید. زیر چشمتون 2 طرف تیغه بینیتون روی خط خندتون میتونید این کار رو انجام بدین، انتهای چشمتون که چشمتون هم کشیده تر بشه. و در نهایت من میرم در واقع کارهای سایه چشممو انجام میدم و رژ لبمو میذارم. این فیلتر واقعا ازش استفاده کنید، واقعا چهرهتون و زیر چشمتون رو تغییر میده. این انتهای کار، امیدوارم لذت ببرید.